مرکز مطبوعات وزارت تندرستی تاجیکستان خبر داد که صبح 25 ایول سال روان در دایره مکانیزم کوواکس به مقدار 204,750 وایه واکسن فایزر استحصال ایالات متحده آمریکا وارد کرده شد. گفته می شود واکسن های وارد شده در انبار مخصوص نگاه داشته می شوند. وزارت تفصیلات دیگر نداده است. این هم معلوم نیست که واکسن های نوبتی کمک کدام کشور به تاجیکستان است. به تاجیکستان تا امروز در عموم بیش از 15 میلیون واکسن ضد کرونا ویروس وارد کرده شده است. همه این واکسن ها را تاجیکستان از طریق برنامه کوواکس دریافت کرده است. برنامه کوواکس از جانب سازمان های جهانی تندرستی و سازمان های دیگر خیریه با مقصد تامین دسترسی عادلانه کشورهای دارای و نادار با واکسن های ضد کرونا ویروس تأسیس یافته است و تاجیکستان تا کنون واکسن های ضد کرونا ویروس را توسط این سازمان به صورت رایگان دریافت کرده است. در جمهوری تاجیکستان واکسن ضد کرونا ویروس برای نزدیک 6 میلیون اهالی سنشان از 18 بالا حتمی اعلان شده. از ماه ینور سال 2022 امگذرانی به وایه سیوم واکسن ضد سرایتی کووید 19 در بین اهالی گذرانیده شد. وزارت تندرستی گفت تا دوم ایول سال 2022 وایه اولی واکسن به 5,263,527 نفر یا 94%، وایه دوم به 5,158,348 نفر یا 92% و وایه سیوم به 4,104,000 نفر یا 73% اهالی کشور گذرانیده شدند. واکسن ضد کرونا ویروس به شهروندان تاجیکستان رایگان گذرانیده می شود.